در اساس دستور سپارش‌های رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، بهتر نمودن وضع اکولوژی و سانیتری محیط زیست، آبادانی و زیبا گردانیدن موضع‌های ساحلی دریای سیر، تامین شرایط مساعد استراحت و فراهم آوردن محیط سالم زیست در شهر خوجند کارهای آبادانی، سازندگی و تازه‌کنی ساحلی دریای سیر وسعت داده شدند. با تشبث سرریاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت، شعبه حفظ محیط زیست در شهر خوجند در همکاری با اداره خواجگی آب و بهداشت زمین ولایت کارهای تازه‌کنی ساحلی دریای سیر از قمیشزار، رستنی‌های خودروی و علف‌های بیگانه به راه مانده شدند. در دوره کارهای انجام داده شده، قطعه‌های ساحلی دریای سیر از مرکز دلشناسی تا طرفخانه تیمور ملک و اینچنین ساحل راست از طرفخانه پارلمانت تا پل جشنی از قمیشزار و رستنی‌های خودروی تازه کرده می شود. در رفت کارهای تازه‌کنی از تکنیک و دستگاه‌های مخصوص استفاده گردیده، قمیش‌های زیج و رستنی‌های زیادتی بریده و از حدود ساحل برآورده می شوند. با مقصد تازه و آزاده نگاه داشتن شهر عزیز ما، امروز در ساحل دریای سیر کارهای آبادانی تازه کردن ساحل دریا از هر گونه علف‌های بیگانه، قمیچ‌ها گذرانده شده ایستاده است. تازه کردن قمیچ‌ها این یک امکانیت میشد که برای شهروندان برای سیر و گشت، برای سیاحت شهروندان بسیار امکانیت خوب میشه. تطبیق چنین تدبیرها برای بهتر گردیدن حالت اکولوژی ساحلی دریای سیر، پیشگیری افلاس‌شوی محیط زیست، نگهداری ذخیره‌های آبی و بلند برداشتن فرهنگ اکولوژی اهمیت مهم دارد. تازه نگاه داشتن ساحل دریا اینچنین برای حفظ گوناگونی بیولوژی، به خطر نمودن حالت سانیتری و پیشگیری پیدایش جایهای غیرقانونی پرتافتن پرتوها مساعدت می‌نماید. با مقصد نگاه داشتن نتیجه‌های کارهای انجام داده شده، من بعد نیز گذراندن کارهای منتظم تازه‌کنی، نظارت حالت سانیتری ساحل، پیشگیری پرتوی و افزایش دوباره قمیشزار ضرور میباشد. همچنین جلب اهالی، تشکیلات و مؤسسه ها و جامعه شهروندی به کارهای حفظ محیط زیست می تواند در نگهداری تازگی و آبادی ساحل دریای سیر سهم نظر است گذارد.